پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ثلاثة لا يدخلون الجنه، سه طایفه انسانی هست که پروردگار متعال همین سه طایفه انسان داخل جنت نمیکنه روز قیامت. این سخن پیامبر است. یکون طایفهش العاق والدین، کسی که اگر پدر و مادرش ناراحت میکنن، ناراضی میکنن و بر همین حال از دنیا میگذرد، همین انسان داخل جنت نمیشود. و دومین طایفه که داخل جنت نمیشود، رسول الله فرمودند المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. دوم سیوم طایفه که داخل جنت نمیشوند زنهایی هستند که همون زنها لباس مردانه میپوشونند، سریچاچه مردانه میکنند، رفتار مردانه میکنند. خداوند همین طایفه زنها را روز قیامت داخل جنت نمیکند. و سوم طایفه که پروردگار متعال اینها را داخل جنت نمیکند و دیوث، انسانی هست که به زن و دختر و فرزندانش غیرت ندارد. اونها اگر میرقصند در بین مسلمان و غیر مسلمان پروایی ندارد، خرسند میشود و شاید همون شرایط همین مهیا کند. پروردگار متعال همین طایفه انسانی بغیرت داخل جنت نمیکند. و ثلاثة لا ينظر الله سبحانه و تعالی الیهم یوم القیامه، سه طایفه دیگری هست که خدا نظر نمیکند بر این سه طایفه. یکی از این عاق پدر است و دیگر این مدمن الخمر، انسانی که از عرق نوشی الکش شده است. خداوند از غضب و بدبینیش دیگر به سوی این الکش روز قیامت، به سوی این مدمن شراب نوش دیگر نگاه نمی کند. و سومین طایفه که خدا بر روی او روز قیامت نگاه نمی کند والمنان بما اعطا، انسانی هست که یک مسلمان یک چیز هدیه میدهد یا مشکلی یک مسلمان برآورده میکنه و باز منتش میکنه، افتادش میگه که من اگر نمیبودم از گرسنگی نمیمردی، یا من تو را بیرون کردم، مشکلی تا آسان کردم. خداوند جل شأنه در روی همین انسان نگاه نمیکرده است. بندگان خداوند، بسیاری از زنان و فرزندان